سلام علیکم شنونده های محترم. یک چیز را به سمع شما میرسانم، نصیحت برای فرزند و پدر. پروردگار هر یک کس انصاف و توفیق بسیار گوش کنید و حلاوت برید. قدردین 80 ساله میخواند. هر کسی بر دل خود مهری پدر ندارد. هر کسی بر دل خود مهری پدر ندارد. به شبهه میتوان گفت عقل بشر ندارد. به یک دعای پدر کی میرسید بجای، حیفا بهار عمرت یک برگی تر ندارد. با کاری غیر عمر آواره است سرسان، فوتیده والدینش لیکن خبر ندارد. نیکی به او بخواهم اما هزار افسوس، بر قلب همچو سنگش پندم اثر ندارد. خواهد وگر نخواهد شاهانی پند خواند، خواهد وگر نخواهد شاهانی پند خواند. بهتر از این در عالم او سیم و زر ندارد. خانم تبزن بابا